سلام علیکم. مونده نباشین. علیکم. سلام علیکم. مونده نباشین. مونده نباشین. مونده نباشین. اشتنی گیلا جون خیرات. خیرات. نه دست. کیار هستن جون جوره. شکر گیلا جون. خیرات جون جوره. شکر. سلامت باشین. بله. مادر میگفتم برو یک چرخ به پیش دوماد می. خب. انا برو به جناب بگو که انا باجه شما از ایران پول ری کردم. خب. بله. تبریک باشه. زنده باشیم. انا پول رای کردم. انا ما برفتیم درون میده کردیم اینا رو بیاوردیم. من 76,000 شده. 4,000 دیگه هم انا مادرم قلک داشتم اونا رو هم بنداختوندم. انا گفتم برای خاطر که بابام از اینجا تماس گرفتن گفتن که شما با خو یک گوی بستونی که به می تمیز سر چیز باشه، سر کاسه شما همه سفره شما دو گذاشته باشه. خب پیار تو دیشب زنگ زد خوب مشکل نداره. ما بفهمیدم که تو چی میایی. پیار تو از اونجا پول رای کرده گفته 100% بریم پیش باجیمه بریم یک گوه شیری بخریم. بله ما با تا گوشی گپ زدم. میت از که پیار خود بدید نیت تشکیل که پیار من را من گفتم سر ساختمان نگاهانم برج ماشم 90-80 میلیون میدم. گفت اکثر کنیم گفت که حداقل 8 کیلو الا تا 10 کیلو شیر داشته باشه. بابا جو گفت شیرارم یک مسخال گفت نرفلشیم. بگو بخو غروت تیار کنیم، ماست تیار کنیم، مسکت تیار کنیم انا که سویده باشه. خب گیلک پولا شما پس همه ازری و پانسدی تیار کردیه؟ پانسدی نداره هیچی. خود تو میفهمی گیلک تو که بچی هوشیاری. بله. اگه بریم به گنج گو بخریم گو گنج از 100 تا یک شیر نمیده. بله. یکی هم تبدیل نیه. مریض میارم به گنج میفروشم یا ای که مثلا یک مشکلی داره. ما مگر به تعمی دی بگردم یک گوه شیری لوکس به شما پیدا کنم کم دست از کمی 10 کیلو یعنی 2.5 شیر بده. بله. که لاقل بتونی بازم یک سال تماسی به شهرم بفروشی که اقلا بازم مشکلات زندگی شما. بابا میگه نرفشین لوکا گو بخوری. حالا بابا تو یک چیزی بگو دیگه لاقل نمیشه تو هر رو 10 کیلو شیر به مردم بدی. دیگه. خوبه تو برو به سراخو. برو بری مادر خو بگو بگوان جبار بدر شد کاکام جبار برات گوی بریم ما. فقط پولاتو تیار کرده باشه کمی هر ساعتی گفتم وردار بیار پولار ورداری بیاری که تنها گوی بدم دست تو ببری به سراخ. چشم. خوبه. برو بخیر دیگه. خوبه. با من نمازگر بیا. نمازگر بیا. خوبه. گوله خوده با پا خو میایه. ای باجه تو به کشور ایران اونجا پول درو میکنی و شو هم پرو میکنی روزم درو میکنی لااقل همون پولاتو یک همون ضربه درد جبارم بخوره. برم با فکر گوی برای از اینا باشم که لااقل یک چیزی به ما بشلپه. نورالله اشتنی. سلام علیکم ول عبدالجبار. خوب خیر خیریاته. جان تو جوره. شما جوره یار هستین. چه خبره؟ بخیریم شکر. الحمدلله. اشته هستی؟ الله شکریات. همین که بیکارم دیگه میگه جمع میکنم. چند تا گوی داری؟ فعلا نفیا که دارم. خب. چند شیر میدی؟ ول عبدالجبار. این 2 من شیر میده برار من. 10 کیلو. بله. یا 8 کیلو. لالا جو 2 من شیر فقط صبح شب 2 من شیر میشه. 8 کیلو. بله. 2 من. خب نورالله جو بیا مثلا میگه میفروشی یا نه؟ خود تو خبر داری که ما معامله‌گرم. امروز گیر میفروشم با صبح یک دیگه میخرم. از من رقمه. خب این برای ما به چند حساب میکنی نورالله جو؟ این برای تو که دیوار مونی همسایه مونی به 80,000. خب یک چیزی که لااقل برای ما مراد کنی دیگه. یعنی چند مراد کنم؟ یک چیزی بیا پی لااقل که کاری بگو که من یک نفر مایم که لااقل با من یک چیزی نون کنه. آخری بگو به چند میدی؟ آخری 5,000 دیگه هم کم 75,000. خوشی رو لاستو نورالله جو نی تو نی امه با ما 70,000 بزن دست خیر خدا به من پول مال گردونه به تام پولای و گنج گردونه. برو از تو شو. خلاص گپ خلاصه. اما یک شرط دارم نورالله جو. با چی شرط؟ شرط من همینه که من خودی بچه باجی خو میایم
همین گور تو بریم به 70,000 بفروختی تو این گور 1 لک بیکو با 80,000 من گور خودی تو کلاک میکنم 10,000 از طرف از او به طرف شما می با شما 10,000 بریم میدین. خب شما خود بچه باجه خومی اینگه و از من میخرید با 80,000 که یعنی من 80,000 از او بگیرم 10,000 از او 80,000 بدم به شما. آفرین من خودی بچه باجه خوب میایم به پیش تو 1 لک می گور بیکو ما چون خور میزنیم با 80,000 من گور کلاکر میکنم 10,000 اینجی به پیش تو هست دیگه یعنی گور من از تو به 70 بخریدم به اونم هم بدم به 80,000 هیچ گپ خلاص خوب مشکلی نی هر دم بیایم ما به خدمت هست. بزن دست خیره خلاص اگه بریم خلاص دیگه برو بریم ما دیگه انو شاید نیم ساعت 20 دقیقه بعد پیش تو هر دم بیایم من اینجا گوی مشکلی نی. بریم بله سلام علیکم زنده باشیم زنده باشیم سلامت باشیم شما کینیم برار های آها شو خاله منیم صحیحه درسته چیگا پای بخیر اینجا ره خب من میتونم بیامدن چرخی سرزمین او داری داریم آها میرو آنه پیلا پیش نانی من آنه میرو میسونم پیلا میام پیدا کردی خوبه آنه وار میگردم میرم بسرا میام خوبه میام پیش شما خوبه همه لکه پیلار بیارم خدا حافظ به ماما جبار شو خاله میبین میگو گیلک زیدی برو مدر کو پیلار بستو بیا که برین که شما گایی بخرن که شیر بده شیر بخوریم به سر شاش دیگه گردن ما کج نشه پیش همسایا باشه برون پیلار ننه خوب بستونم بیام بیتر تره شهر خالی خانه خالی باغچه خالی کوچ کرده دسته جارو باشه رمضان اشتن جار خیلی جا شوق و ذوقه چرا الان مقدار شدی نه دیگه ها چیه یه چی پوله پول چی پولا من گو بخیر نه دیگه کیسه من نه رمضان دست میدارم کی پوله دیگه نه چنده دوزی مشناسم تو دوزی اگه دوزی که مشناسم تو رمضان همسایمانی ما دوستم نه خب پولار میگی چی کو ما و شما خونه روی ما دوستم نه پول چی است پول گفتی چیکار میکنم میرم پیش باجی پیرمه جبار بله چی ما یادو پیرمه دیشب به چیز به جنترنت تا گپ زدن خود ما و ننه میگفتن بریم به خود خاطر که ما هر روز میریم در سر همسایه برات کاسه دوغه پیار میگفت بابا جو البته ایشه پیار میگفت بابا جان چیز من به شما پول میکنم بریم به خود گایی بخری گایی بخریم شیر مادر جان پولا ری که ما این بریم بخریم ما برفتم صبح پیش ماما خود اگه ماما شو خاله تو شو خالمه گفتم برو گیر لکنه آله به من تماس گرفتم شماره مردارم کی تماس گرفت ماما عبدالجبار گفتن گیر لک برو دیویده پولا خوب است بیا گیلا یعنی شیر مادر تو رستی یک چیز دیگه همین پیار نامرد تو هر روز که به ایران رفته پیار ما نامرد نیه تو نامردی هر روز که به ایران رفته یک زنگ به من نزده اگر این دفعه زنگ زد بری و سلام بگو رد سلام بگو رمضان گفته ما و تو رفقا چهاردونگی بودیم ما و تو 24 ساعت رفقا میگیری بودیم میگیری ها بیاد تو نکو تو رنگای وقتا میبردیم زنگ زنه با تصویری هم گپ بزنیم ما وطن جنترنت گپ بزنیم با که گپ زد میگم بابا رمضان نای با شما سلام میگفته بگو گفته شما پول چیزی طلب نمیکنم فقط هم یک زنگ گاهی وقتا برو معطلم برو معطلم برو گاهی بخر با گاهی وقتا غم بارم بخوری کاسه دوغه با ما هم بدی گیلک واد نداریم یا خلال بکنه لنگ ما بند شد تیار تو لنگ خوریش کو بقصی آخلا نباش و پیار خوب بگی رمضان گفته خبر از ما بگیر گاهی وقتا رمضان نای ای تا بابا مردم نگید به کیسا گیلک پول بیدن که بیام کیسا ما را جلوی ما بگیرم نه من چی کار دارم هنو توش کن بگی که کسی کیساتون نزنه تو سه کشته شرایط شده گاو از من میخره به 70,000 و بچه باجه خو میده به 80,000 10,000 ریپر ما از این پول ور داره حرم خوری دیگه شاخ داره یا دنبه ما میگیم چرا ما صاحب روزی نمیشیم وای گیلک جو اما از می دامه که از اون پیش تو برفتم تا به میهول گیلک جو میگردم برات گل پیدا کردن نتونستم آنی خیلی آنی بوم کوی باشه
نورالله جا اشتنی خیریات بخیر. خیریاته جان شما جوره. جان تو جوره خدا خیریات بخیر. گو خوبی پیدا کردی دیگه خود شما میفهمیم که من دائم وقت من تا گنج میگردم برات مال خوب میگردم. خوب لاغر اینا به دردمون نمیخوره دیگه. نورالله گپ بزن می گو میفروشی گوه ها ما چرا نمیفروشم برو. از اینکه نورالله برم به گنج گو تلیاقی به جمله بزنم که شیر نده تو کو همسایی منی اگر میفهمی می گو خوبی همینه اکر بری ما بده کمی بری گلگ مایم که لاغر یک دومان شیری بری بده کمی نوسیدشم نه نمیگفتم از شناخته ها بستانیم. خود دیگه چی از نورالله دیگه کی شناختر گلگ جو گوه به زینا میستونی. ها من به زینا بخرم ها سه برای گوه بچه رو. باجی خوب همین گوه ما بخریدم بیاوردم من تقریبا 20-25 روز چیزی کم یک ماه میشه می گوه به دستم. بله. واقعیت از این چشما خو ما بعد دیدم از این گوه بعد. زنده باشیم سلامت باشیم. 10 کیلو شیر مال میده. 10 کیلو شیر خیلی شیره. نام خدا. مال خیلی گواه که مال 5-6 کیلو نمیده مال 10 کیلو شیر میده. بله. بفهمیدی؟ باز که برای از اینا که بستونی کو چی مشکل چی خونی از اینا چی خونی ما. چند گفتیم ما گوه قراری هم هسته گلا چند گفتیم برو گوه همون سیل بکنیم یک دفعه خوش میکنه. گوه دیگه انا سه شاخ داره. نورالله بله. ما و شما همساییم بعد به یک دیگر روادار نیم نه تو یک مال اگه خراب باشه به من نمیتونی نه، بدی نه. من وقت دلالم 24 ساعت خرید فروش گوه دارم تاگان به تعمید دی به تعمید منطقه تو که گوه خراب باشه به ما نمیدی دیگه نمیدم. و باز میفهمی که ما به بچه باجی خماییم خب بیکو می گپه لالا عبدالجواد آه. ایر ما به شما بیاگلا. برم شو خاله خاطر که چیزه ما پول نداریم برو پس چند خوبه لالا. ملنگ من خاطر برو پس چند خوبه. نورالله یه چیزی بگو که نسیخ بسوزنه بله. کباب صبر کو گلا بابا یک لک ما داریم. همین کمتر از این امتیاز بخور به چند حساب میکنی میری برای گلا لالا عبدالجبار گوی که 10 کیلو 12 کیلو شیر بده نمیدم ماله به یک لک هم پولی نیه که خود شما میفهمین که شرایط دیگه که ما یک لک روپیه به شما گوی میدم مال 10 کیلو شیر شما کیلو چندی مال شیر خبر داری؟ نورالله تو مر میشناسی من تور میشناسم دست خیر بزن از این تای دل ایر با مفتاد تو حضری بریم حساب کن نه بابا رو نداره لالا عبدالجبار بریم رات کار خو بریم بیا یک تو یک کاری بگو کمی مثل منم خیری ببینه 5000 دیگه مانی بالاتری با مفتاد نه پنج رو نداره. بابا پولا ما میدی لالا ها با پولا ما ها پولا ما تا کسی شو خاله من 80000 پولا ما میدی یعنی من بازار تیزی نکو دیگه امالی 5000 تو بیشتر بالا کشیدی لالا عبدالجبار نه. خیر غم نداره به این چیزی که می برادر میگه مشکل نداره. با 80000 به جمع شد خیر از شما غم نداره خونه شما اومای نداره. بعد لالا دست خیر خورتم. برو بیا که تنه برام واکن. واکو چکی لول باشه گیپک چکی گیپک شنی شتر خوبی گلا آه. یک دقیقه بیاو نه آه شنی گوسمند دستو ندی تو خوبی سلامتی آه بیشتر گو شما شو خاله می بخرید با ما خرید خوب گویه میگم نه میگه گو سیاه هم هست خوب گویه آه میگو چرا شما باجی پیار خود جلوی رو کده چرا گیپه واره گل خوبه کردو دیشب پیار me به پیش مادر me اختلاط میکا امی جبار نیه آه امی چکاری تو ندگه شو خاله می آه گو از پیار me با 70000 بخریده خوبه آه بو داده به شما با 80000 نیه برو گو با 80000 خرید سیکو با 10000 دیگه اپیار me جبار بستون برو 80000 ما دادیم به پیار تو و 80000 بود داده سیه با 10000 وردش از پیار بستون آه یعنی گو پیار تو به 70000 با ما داده اوه خب چرا پا به جلو رو ما به 80 فروخت اونا گپای رمانگی بوده آها آها اوه خب باشه برو ما مادر خوب با بگم مادر خود چی نگو نگم نه میگم که برای خان دومات خور بگیره میگم نه میگم میگم برای اینکه گوه دومات شما به 70000 نیلیلا بخریده بعد دومو به 80 درسته اوه اگه گفته کی گفته دیشب مادر پیار تختالونه پیار پیش مادر مختلون میکا خدا شما در به در کنم ماما جبار صاحب کو تو ما برم پیش مادر خو بگم نه گیگی لگه نه میگم دیگه چرا پولامو رو بخوره ای یارم خور